خب سلام، امیدوارم حال تک تک شما عزیزان عالی باشه. صبح خوبی رو شروع کرده باشید. سلام همگی، سلام سلام همه شما عزیزان دل. خب روتین صبحگاهی ها رو کیا رعایت میکنن؟ بچه‌ای که توی لایو هستن. فن پیجام همشون تو لایوان که چقدر عالی. خب ما 1-2 دقیقه منتظر میمونیم که همه بیان جوین بشن به لایو و شروع کنیم لایو رو. فقط به من بگید تا الان کیا لایو برنامه ریزی رو انجام دادن و نتیجه گرفتن؟ 2 تا لایو جمع‌بندی و برنامه ریزی. بچه‌ای که لایو جمع‌بندی و برنامه ریزی بودن لطفاً بگن که تمریناتی که بهشون دادم رو انجام دادن یا نه. خیلی خوب. عالی و بی‌نظیر. ماشاءالله. آفرین. دقیقا تکنیک خاچ. خیلی خوب. حالا رفقا اگه این لایو شما دارید استفاده میکنید که نوش جونتون، به هر حال وقت گذاشتید و دارید استفاده میکنید. خیلی این ساعت خوابن و شما آدمای متفاوت تری هستید از بقیه افرادی که دور و براتون میشناسید. ولی اگه حس میکنید که این لایو میتونه به دور و بریاتون کمک کنه، افرادی که میشناسید، همین الان من جای شما بودم بهشون زنگ میزدم، بیدارشون میکردم، میگفتم بشین پای لایو، براشون میفرستادم که حتما این لایو رو ببینم و از دست ندن، چون ذخیره نمیشه. خیلی خوب. اوکی، من دیگه کامنت ها رو ببندم و بریم برای آموزش. خب خیلی خوش اومدید همگی. فقط یه چیزی بگم، همین الان بچه‌ها هر کسی که توی لایو هست لطفاً کاغذ و قلم به همراه داشته باشه. نکاتی که توی این لایو می‌خوایم راجع به صحبت کنیم، من تون دارم یه چیزایی میگم، بعد شما گوش میدی میگی چقدر عالی، مثلا من اینو نمیدونستم، بعد یادت میره اینا رو یادداشت کنی، یه جای مکتوب برای خودت داشته باشی. لایو هم که ذخیره نمیشه، بعدن یادت میره، چون ذهن یه مکانیزمی داره میگه که اگه تو از چیزی استفاده نمی کنی پس به دردت نمیخوره و اون رو از ذهنت حذف میکنه. تو وقتی یادداشت میکنی ناخودآگاه داری به ذهنت یک فرمانی میدی که این نکته مهمیه و من میخوام ازش استفاده کنم و مدت زمان بیشتری توی ذهنت میمونه و حتی اگه از ذهنت هم پاک بشه تو اون دستنوشته رو داری، اون نوت برداری رو داری، بعدن میتونی دوباره مرورش کنی و سریعتر به خاطر بیاری. خب دوست عزیزم،
به واسطه کاری که من دارم، کار من چیه؟ حالا یه توضیح بدم برای بچه‌ای که شاید تازه لایو اول با منن، چون پیج جدیدمونه، اون قسمت بیوگرافی هم نیستن توی پیج، خیلی شاید الان ندونن اصلا کار من چیه، اینجا دارم چی کار میکنم، چرا صبح ساعت 6 داریم لایو میذاریم. دوست عزیز، خب من رنه سینانی هستم، از سال 91 تقریبا وبسایت سوخت جت رو راه اندازی کردیم که الان بزرگترین وبسایت انگیزشی و آموزشی فارسی دنیاست. روزانه 15 تا 20 هزار تا فکر کنم بازدید کننده داریم، شاید هم بیشتر شده الان. من چون خودم دیگه مستقل شده، خودم مستقیم از اعداد ارقامش اطلاعی ندارم. تا به امروز به واسطه کارم که تحقیق و تدریس بوده، یعنی یک نفر هستش که کارش اینه بره مثلا مکانیکی کنه. خب تو وقتی ماشینت خراب میشه نمیگی من برم کتابای مکانیکی رو بشینم از اول بخونم که یاد بگیرم چجوری ماشینم رو تعمیر کنم. میری یک نفر که کارش اینه. چرا؟ چون اون یک نفر 1000 تا ماشین مثل ماشین تو رو دیده و 1000 بار اون مشکل مشابه رو حل کرده و الان میتونه در کسری از ثانیه مشکل رو حل کنه و کارت رو راه بندازه. میری پیش مکانیک، مشکل رو راه میندازی و ماشین درست میشه. آیا نمیتونی خودت بشینی و مشکل ماشینت رو حل کنی؟ 100% میتونی. اما چرا این کارو نمیکنی؟ چون آدم عاقل میگه که آقا هزینه فرصت بشینم بسنجم، اگه خودم برم این کارو بکنم چقدر زمان بره، چقدر هزینه بره و آیا از کار فعلیم نمیافتم؟ مثلا فرض کن کارت مثلا مربی بدنسازی، مثلا تو اگه بخوای بری اون مشکل ماشینتو حل کنی باید بری کلی کتاب و دوره راجع مکانیکی بگذرونی، بعد زمانی که میتونی صرف کنی برای کار فعلی خودت که مربیگریه از دست میره. برای چی؟ برای اینکه یک تازه مهارت و حرفه تازه یاد بگیری که با اون مهارت و حرفه مشکل کوچیک ماشینتو حل کنی. خب آدم عاقل میگه که آقا من هزینه فرصت بسنجم، ببینم آقا این فرصتی که دارم، این کاری که میخوام انجام بدم به هزینه هایی که ناخودآگاه خواهد شد میصرفه. هزینه هاش چیه؟ از دست دادن مثلا مشتریه شغل فعلی، هزینه‌اش چیه؟ تمرکز پایین روی کار فعلی. پس درآمدزاییم کمتر میشه، مشتریام کمتر میشه، ولی از اون ور من یک حرفه جدید یاد میگیرم که میتونم مشکل کوچیک ماشینم رو حل کنم. خب باشه، تو اگه بری پیش یک نفر که کارش دقیقاً اینه میتونه بهت خیلی سریعتر کمک کنه با هزینه کم و ذخیره زمان برای تو. این یعنی چی؟ یعنی اینکه بچه‌ها یک عده هستن تو این دنیا کارشون تحقیق، حالا تحقیق روی کسب و کار، تحقیق روی بحث معنوی، تحقیق روی بحث علمی. اصلا این افراد کارشون اینه که برن به جای شما کتابا رو مطالعه کنن، موضوعات مختلف رو بررسی کنن، اطلاعات رو تحلیل کنن و جمع‌بندی کنن، تبدیلش کنن به یک آموزش برای شما. برای مثال افرادی مثل جیم کالینز که پرفروشترین کتاب آموزش موفقیت کسب و کار دنیا نوشته به اسم از خوب به عالی، ایشون خودش کسب و کاری نداره برای خودش، چون هزینه فرصت دیگه. کارش تحقیق، تحلیل و آموزش. آقای جیم کالینز کارش تحقیق، تحلیل و آموزشه و ایشون صلاحیت این رو داره که بیاد کسب و کار رو به شما آموزش بده که چجوری موفق بشید توی کسب و کار خودتون. چرا؟ چون این آدم رفته تمام کسب و کارهای دیگر رو بررسی کرده، نیومده بگه خب من این کار رو انجام دادم، این کسب و کارم رو راه انداختم، این کسب و کاری که راه انداختم رسیده به این نقطه، حالا بیاد به شما بگم چجوری کسب و کارتون برسه به این نقطه. نه، این خوب نیست اتفاقا. چرا خوب نیست؟ چون این فردی که فقط کسب و کار خودش رو دیده صلاحیت این رو نداره اتفاقا بیاد راجع به تمام کسب و کارهای دیگه صحبت کنه. اما یک سری افرادی مثل جیم کالینز کارشون اینه که اصلا میرن کسب و کارهای دیگه رو بررسی میکنن و اصلا اگه شما که یک کسب و کار رو انداخته باشید و به یک موفقیتی برسونید، زمان این رو ندارید برید کسب و کارهای دیگه رو بررسی کنید، نتیجه گیری کنید، تحلیل کنید، تازه بیاید توی کسب و کار خودتون آزمون خطا پیاده سازی کنید.
شما به یک سری افراد محقق توی این زمینه احتیاج دارید. اصلا کار آموزش اینه، اصلا هنر صنعت آموزش اینه. اگه هنر صنعت آموزش این نبود، شما مثلا فرض کن برمیگشتی به 500 سال پیش، یک موضوعی رو میخواستی یاد بگیری، باید خودت میرفتی از اول اون موضوع رو تحقیق میکردی، تحلیل میکردی، میرسیدی به اون نقطه. اما بحث ثروت بچه‌ها، بحث ثروت امروزه دیگه تبدیل شده به آموزش و یک عالمه آموزش وجود داره برای اینکه شما چجوری میتونید ثروتتون رو افزایش بدید. یک سری آموزش‌ها در سطح هستن که شما میتونید برید کتاب فروشی بگید آقا کتاب چگونه ثروتمند شدن دارید؟ میگه آره بیا مثلا این کتاب پرفروشتنیش کتاب رابرت کیوساکی، مثلا بشین پدر پولدار پدر بی پول رو بخون. ببین شاید صرفا خوندن اون کتاب ثروتمندت نکنه، اما یک ذهنیت جدید پیدا میکنی راجع به این موضوع. و اگه دقت کنی سن ثروتمندان در دنیا در حال کاهش هر روز. یعنی اگه 50 سال پیش یک آدم ثروتمندی وجود داشت، اون طرف اون بنده خدا 30 سال زحمت میکشید تا به اون ثروت برسه. اما امروز اصلا ثروتمندایی میبینی در حد میلیاردی دارن، شاید هنوز به سن 20 سالگی هم نرسیدن. آره به سن 20 سالگی هم نرسیدن. چند موردش من از دانشجوی خودم هستن 18-19 سالشون در حد میلیاردی دارن. میدونم پذیرشش یه خورده شاید سخت باشه، ولی میخوام بهت بگم که چرا سن ثروتمند شدن اومده پایین؟ چون از آموزش ها، تجربیات و خرد قبلیه دارن استفاده میکنن و دیگه نمیرن خودشون آزمون خطا کنن. پس این اتفاق بدی نیست. مثلا من بارها شده نشستم با بچه‌ای که حالا منو میشناسن، این ور اون ور دارن میبینن، مثلا این سوال دارم، میگه که آقا مثلا این آدمای ثروتمندی که ما تو فامیلمون داریم، اینا هیچ کدوم نه کتاب خوندن، نه دوره رفتن، نه آموزش دیدن، اینا ثروتمند شدن. چرا شما میگی که بعد آموزش ببینیم؟ یعنی بدون اینکه آموزش ببینیم نمیشه ما ثروتمند بشیم. میگم چرا میشه، اتفاقا راهی هستش که شاید اونا هم همین راه رفتن دیگه. اما ببین چقدر زمان برده برای اون آدم و برای تو چقدر زمان خواهد برد. انگار که تو بگی آقا من میخوام ریاضی بخونم، حالا برم از اول خودم فرمولهای ریاضی رو کشف کنم، در بیارم، برسم به یک نقطه که ریاضی الان رو بفهمم. خب اون معلم ریاضی کارش اینه که بیاد اونا رو بهت منتقل کنه که زمان رو برات بخره. پس ثروت یک علم امروزه و کاری که من تخصصی دارم انجام میدم اینه که برم این علم رو تحلیل کنم، تحقیق کنم روش و بیام به شما منتقل کنم. خودم از 6 سال پیش از سال 95 تقریبا شروع کردم و نتایج چشمگیری توی زندگیم دیدم. یعنی در عرض 3 سال اولی که داشتم روی این موضوع تحقیق میکردم، درآمدم من 130 برابر شد دیگه، تا الان مثلا چند هزار برابر شده. میخوام بهت بگم که این نتیجه داده توی زندگی من. 10,000 نفرم استفاده کردم، الانم نوبت توه. میتونی استفاده کنی، میتونی خودت بری تحقیق کنی، تحلیل کنی، آزمون خطا کنی که به این چیزایی که الان میخوام بهت بگم برسی. رفقا من خیلی ساده بهت میخوام بگم که اگه میخوای وارد مسیر ثروت بشی، وارد مسیر پول بشی، خیلی مهمه که بدونی آقا مسیر ثروت و مسیر پول از بیسش از درونت میگذره. خب نمیخوام الان بگم خب میخوای بری ثروتمند بشی برو توی شرکت مثلا فلان کار کن، میخوای ثروتمند بشی الان حوزه فلان حوزه فوق العاده پولسازی. نه، اصلا اینا داستانهای کاملا سطحیه. خب تو آموزشای من راجع به موارد سطحی کم میشنوی. خب من بیشتر میرم راجع به موارد عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر صحبت میکنم. چرا؟ چون اگه تو ریشه اتفاقات رو بلد باشی و یاد بگیری، دیگه به من وابسته نخواهی شد برای اطلاعات دادن، چون خودت میتونی بعداً ابتکار عمل داشته باشی، خلاقیت داشته باشی، تصمیم گیری کنی تو خودت برای خودت. و هنر یک مدرس خوب اینه که بتونه کاری کنه شاگردش مستقل بشه ازش و حتی فراتر و بیشتر از خودش بره. و این رسالت منه برشون. عزیزان من، برعکس چیزی که الان دارم بهتون میگم، من از جمله افرادی بودم که فکر میکردم مسیر ثروت از اتفاقات بیرونی میگذره.
اگه من کشورم رو عوض کنم، اگه من شهرم رو عوض کنم، اگه من تحصیلات خاص دانشگاهی بتونم مثلا به دست بیارم، اگه من بتونم فلان مدرک رو از فلان مؤسسه یا فلان دانشگاه به دست بیارم، اگه اینا رو بتونم به دست بیارم، اگه این شغل رو داشته باشم، اگه مثلا این سرمایه رو داشته باشم، اگه این مهارت خاص رو داشته باشم، میتونم به ثروت برسم. ولی اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. اکثر اون چیزایی که گفتم بهتون الان اون کارا رو انجام دادم و نه تنها هیچ اتفاقی توی زندگیم نیفتاد، بلکه بیشتر درجا زدم و به یک نقطه رسیدم که گفتم اگه اون کارو نمی‌کردم، اون هزینه رو نمی‌کردم، بهتر بود، حداقل حالم بهتر بود، حداقل حسرت نمی‌خوردم. الان شمایی که توی لایو هستید، خیلیاتون ممکنه ذهنتون برای رسیدن به ثروت و موفقیت مالی توی زندگی بره سمت این که از بیرون من چه کارهایی باید برم انجام بدم، چه اتفاقاتی توی زندگی من بیفته من ثروتمند میشم. میخوام اول یک ذهنیت بهت بدم که برگرد به درون و از درون شروع کن پایه های ثروت رو چیدن. که اولین پایه‌ای که تو باید بچینی، اون بیس، اون سکو، اون اولین پله‌ای که تو باید داشته باشی که پاتو بذار روی این پله تا مسیر ثروت رو شروع کنی، میخوام بهت بگم چیه. چند وقت پیش توی پیج قبلی ما 7 هرم ثروت رو بررسی کردیم که دقیقاً هرم اول ثروت شد احساس لیاقت برای پول. یه مثال برات بزنم. میگم به واسطه کاری که دارم خیلی با مردم صحبت میکنم. یه جا رفته بودم آرایشگاه، بعد بنده خدا پسر خوبی هم بود، خیلی هم با مهارت خوبی موهامو کوتاه میکرد. بعد وقتی کارت کشید دیدم مثلا یه عدد خیلی کمی کارت کشید. اولش فکر کردم مثلا میخواد به اصطلاح یه جورایی مثلا تخفیف بده، هدیه بده، منو شناخته یا با من صحبت کرده. ولی وقتی پرسیدم دیدم نه، اصلا نرخش همینه. بهش گفتم بابا بنده خدا تو این همه داشتی از بیپولی ناله میکردی، الان گریه میکردی که آقا من مثلا قسطام مونده، ازدواج کردم، مثلا اول زندگی من مشکلات مالی زیادی دارم، بعد خب این چه وضع کارت کشیدنه. خب حالا من نوعی مشتری که هستم میدونم مثلا تو چقدر کار خفنی داری انجام میدی و به پولم احتیاج داری، ولی خب مشتری دیگه نمیدونن تو چه وضعیتی هستی. کسی نمیاد بگه عزیز من تو چه وضعیتی هستی، الان نیاز مالی داری، بذار من بیشتر برات کارت بکشم. نه، هیچ کس براش مهم نیست دغدغه‌های تو. بعد برگشت گفت خب چیکار کنم من اگه بیشتر بگم که مردم نمیدن، الان نمیدن، وضع مردم خوب نیست و الان وضع مردم فلانه بیمانه. همونجا بهش گفتم آقا یکی از دوستای ما هست که اتفاقا آرایشگر خیلی ماهری هم هست و میشناختش. گفتم ایشون برای یک اصلاح شاید 1,500,000 تومان ازتون هزینه بگیره. گفت بابا مگه مردم میرن پیشش؟ گفتم همین زنگ بزن بگو اولین وقتی که دارید که حداقل برای 1-2 هفته آینده بهت وقت میده. گفت یعنی هستن همچین آدمایی که انقدر پول بدن واسه مثلا یه مو کوتاه کردن و ریش اصلاح کردن، مثلا 1,500,000 تومان پول بده؟ بابا نداریم، مثلا نمیشه، الکی میگه. گفتم زنگ بزن. زنگ زد، پرسید، دقیقاً همون چیزا رو شنید. و منم چون از نزدیک میشناسم این بنده خدا رو، میدونم که دروغ نمیگه، واقعا مشتری این سطحی داره و وقتش هم پره. چی باعث میشه که یک نفر مثلا 50,000 تومان میگیره، یک نفر 1,500,000 تومان میگیره و برای هر دوی این افراد هم مشتری هست؟ شاید فکر کنی که آها مثلا این لوکیشنش فرق کنه، این مهارتش بیشتر، این پرستیژش بیشتر، این نمیدونم مثلا فضاش جذابتره، یا این اسم و شهرتش بیشتره. نه، همه اینها معلوله. علت باید بدونی چیه. من اینجام که بهت بگم علت چیه. برگرده به ریشه. علت این اتفاق، یعنی اولین کلی اتفاق باعث شده که این جایگاه شامل حال این فرد بشن با این درآمد بالا. اما میخوام بهت بگم اولین اتفاقی که باید بیفته، یعنی تو اصلا میخوای بگی آقا من از کجا شروع کنم؟ خب صفر الان رنه به من بگو من چیکار کنم. خب اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که اصلا
احساس ارزشمندی و لیاقت کنی برای رسیدن به اون پول. این دوست ما این احساس رو نداشت. راجع به پول حرف میزد، راجع به پول تز میداد، راجع به پول دغدغه داشت، راجع به پول مشکلات مالی داشت، ولی احساس لیاقت نمیکرد برای پول زیاد. بهش میگفتم آقا مثلا تو اصلا بیای به یک جایی برس که به جای 1,500,000 اصلا 3 میلیون بگیر از مشتریت، بذار بیشتر از حتی اون قبلی بگیر. برگشت گفت نه بابا اینا که حالا برای ما نیست، اینا یه سری آدمای خاصن، یه سری شرایط خاص دارن، حالا اینا انگشت شمارن، اینا خاصن. تو بقیه رو نگاه کن ببین مثلا بقیه به کجا رسیدن، عموم مردم رو نگاه کن، عموم مثلا آرایشگر رو نگاه کن. گفتم ببین این حرفای توجیهیه که تو بگی آقا اکثر مردم این کارو کردن، پس منم جز اکثر مردمم، پس من متعلق به این گروه خاص نیستم که درآمد زیاد داشته باشن. چرا؟ چون آقا از عمق وجودت تو خودت رو عمیقاً لایق ثروت و موفقیت بیشتر نمیدونی. همین الان یه تمرین بهت میدم انجام بده، همین الان ببین چه حسی بهت دست میده. هر درآمدی که الان داری، حالا نگی آقا من خانم خونه دارم درآمد ندارم، فرض کن اون ورودی مالی که توی زندگیت میاد در ماه چقدره؟ خب برای یه پولی میاد دستت دیگه، همین گوشی که دستته پول بابتش پرداخت شده که خریده شده دیگه، دانش آموز هر چی، یه پولی در طول ماه میاد وارد زندگیت میشه. خب اونو به اسمشو میذارم الان درآمد. اگه این بشه 10 برابر توی ذهنت سری تجسم کن، شده 10 برابر این پول، چه حسی بهت دست میده؟ تجسم. درآمد فعلیت حالا هر چقدر که هست میانگینش دیگه فرض کن 10 برابر میشه از ماه بعد، چه حسی بهت دست میده؟ خب یا حس خیلی خوبی بهت دست میده، خوشحالت میکنه، یا یه حس گیجی بهت دست میده، یه حس اضطراب بهت دست میده، یه حس نمیدونم چجوری بگم، یعنی اصلا تو وجودت جا نمیشه. حالا برای اینکه واضح تر بشه، این درآمدی که الان داری فرض کن از ماه بعد 100 برابر بشه، یعنی ضرب در 100 کن ببین چه عددی میشه. خیلی عدد گنده شد بشه، خب اشکال نداره، یه عده خیلی زیادی هستن این عدد گنده درآمد ماهیانه شونه. میخوام ببینم تو چه حسی داری با داشتن این درآمد. خوب فکر کن، ببین اعماق وجودت مثلا یهویی چجوری میشه، نمیدونم چجوری بهت منتقل کنم. میخوام اون حسی که از داشتن یک درآمد 100 برابری نسبت به درآمد الان میتونی داشته باشی رو ببینی تو وجودت. اتفاقاتی که ممکنه بیفته چیه؟ ممکنه با خودت فکر کنید خب 100 برابر من چجوری خرجش کنم، اصلا چی کارش بکنم این درآمدو، بعد اونم هر ماه من 10 برابر بشه مشکلاتم حل شده، 100 برابر اونم هر ماه که چی بشه، اصلا برای چی؟ خب باشه اینو میخرم، بعدش چی؟ خب ببین میرسی ذهنت تو رو میرسونه به یک نقطه که یک سری دلایل و استدلال ها بهت میده که میگی بشین سر جات، همین که الان هست خوبه بابا، میخوای بری جلوتر بیشتر که چی بشه بابا، این الان درآمدی که داری الان خوبه، یه خوردن بیشترش میکنی میری جلو، این کار میکنی این کار میکنی، خاصیت هم دونه دونه به دست میاری. 100 برابر میخوای چیکار کنی؟ چرا خودت میخوای بندازی تو درد سر؟ چرا الکی میخوای برای سری که درد نمیکنه دستمال ببندی؟ ببین یه مثال خیلی ساده بود، اصلا شاید خیلیاتون تصور و تجسمش هم نتونید بکنید که 100 برابر درآمد فعلی یعنی چی. این به چه معناست؟ به این معناست که تا الان راجبش فکر نکردید. چرا تا الان راجبش فکر نکردی؟ چون تا الان توی یک موقعیتی قرار داشت توی ذهنت که مقاومت داشت در برابر فکر بزرگتر. خیلی از شماها توی ذهنتون الان محدوده، یعنی اصلا راجع به درآمدهای بالاتر سخت بتونید
مثلا فکر کنید یه تمرینی که من توی کارگاه میدادم، مثلا برای اینکه خیلی راحت و واضح طرف بفهمه که آقا توی ذهنش الان یه سقف وجود داره و اصلا تا این سقف نشکنه این نمیتونه اصلا درآمد بالاتر وارد زندگیش بشه. میگفتم چی؟ میگفتم آقا کی داوطلبه یک نفر دست بیاره بالا. میگفتم آقا من یه چوب جادو الان دستم دارم، فرض کن هر آرزویی اگه همین الان بهم بگی برات برآورده میکنم. بعد طرف مثلا هول میکرد، میگفت آقا صبر کن اینو بگم یا اونو بگم، اونو بگم یا اینو بگم. بهش میگفتم آقا سختش نکن، الان کارت چیه، شغلت چیه؟ مثلا میگفت من مدرس زبان هستم. گفتم این چوب جادو دیگه هر چی میخوای بهت میده، سریع بگو. بعد اینجوری کرد، گفت 5 تا مؤسسه زبان داشته باشم. گفتم 5 تا مؤسسه زبان؟ همین چوب جادو بهت هر چی که تو فکر میکردی رو میده. تو الان میگی 5 تا مؤسسه زبان؟ بعد گفت خب چی بگم؟ گفتم تو میتونی بگی مثلا 5 میلیون شعبه داشته باشن. چوب جادوه دیگه. اصلا فرض کن اصلا تو ذهنت میتونی اصلا به یک نقطه برسونی خودتو که سقف‌های ذهنی تو بشکنی. اصلا تو ذهنت تو وقتی خودت رو محدود کردی تا یک سطح، چجوری انتظار داری تو دنیای واقعی از اون سطح بیای بالاتر؟ اتفاقات اول توی ذهنتون میافتن، بعد توی دنیای واقعی تو نمود و شهود اون اتفاق رو میبینی. به قول کنفوسیوس هر اتفاقی 2 بار میفته، یک بار در دنیای واقعی و بار اول در ذهنت. تو وقتی تو ذهنت محدود کردی خودت رو و نمیتونی اصلا از یک حدی بیشتر فکر کنی، چرا انتظار داری تو دنیای بیرون اتفاقات بزرگی برات رخ بده؟ امروز اول سال من رفتم شرکت و بچه‌ها رو جمع کردم، گفتم بیاید میخوام صحبت کنیم با هم دیگه. اول ساله. حالا اینقدر جمعیتمون زیاد شده تو شرکت، داریم جابجا میشیم، هم جمع شده بودن تو اون قسمت پشتیبانی. گفتم امسال سقف‌های ذهنی شما باید جابجا بشه و این اتفاق توی کسب و کار ما هر سال داره میفته و شما به چشم میبینید. بچه‌ای که قدیمی تر هستن دیدن که سال به سال رشد و نمود مثلا 10 برابری داشته تمام قسمت‌های بیزینس. چرا؟ چون من میدونم این چه اتفاقی داره تو ذهن میفته و وقتی من علت افکار منه، رشد بیزینس، رشد درآمد، رشد کسب و کار، رشد ارتباط، همه اینا معلوله، علت اینجاست. و گفتم وقتی داره رشد میکنه شما هم موظفید باهاش رشد کنید، چون اینجایی که هستید جاییه که باعث رشد شما میشه. شما همین امروز باید برید خونه و یک لیست بلند بالا از کارهایی که امسال قرار انجام بدید بنویسید و سعی کنید هیچ کاری رو محدود نکنید. یعنی نگید خب اینو که نمیرسم امسال انجام بدم، خب اینم که درآمدم نمیرسه امسال بخرم. نه، تمام چیزایی که دوست داری توی زندگی داشته باشی امسال بیار رو کاغذ، تمامش. یعنی هر رویایی که داری توی زندگیت، هر چیزی که برات مثلا وای من مثلا راجع به این فکر کنم دیوونه میشه، همه اونا رو بیار رو کاغذ. نگو اینو گذاشتم برای 2 سال بعد. نمیگم اگه بیاری رو کاغذ امسال همشو تیک میزنی یا نه، ولی باعث میشی کم کم این سقف ذهنت شکسته بشه، کم کم باعث بشه ذهنت از اون فضای امنش خارج بشه که آقا من یه سری کارهای محدود میتونم تو سال انجام بدم. نه، بذار مدام مثل قطره‌ای که میخوره به سنگ و سنگ رو کم 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 در طول مدت سوراخ میکنه، یک قطره نرم. این اتفاق برای ذهن و سقف ذهنی تو بیفته. خیلی راهکار است برای اینکه سقف ذهنی رو بشکنی، اما این راهکاری که بهت میدم انجام بده، آسان‌ترین، ساده‌ترین، دم دست‌ترین کاری که میتونی انجام بدی. مدام ضربه بزن به سقف ذهنی. چجوری؟ با درخواست‌های بزرگ، با افکار بزرگ. هیچ کدوم از آدمای موفق و بزرگ دنیا رو نمیبینید که به شما بگن کوچیک فکر کن. میگن بزرگ فکر کن ولی قدم‌های کوچیک بردار، ولی بزرگ فکر کن. اصلا دونالد ترامپ یه جمله معروف داره، میگه تا جایی که میتونید بزرگ فکر کنید، وقتی این کارو کردید باز هم بزرگتر فکر کنید. ببین چقدر میتونید بزرگ فکر کنی.
عاملی که جلوی شما رو گرفته که اجازه نده خیلی بزرگ فکر کنین چیه؟ احساس لیاقت و ارزشمندی. شاید عمیقاً در وجود خودت رو لایق ثروت نمیدونی. شاید عمیقاً در وجود خودت رو آدم ارزشمندی نمیبینی. از کجا بفهمی؟ از سبک زندگیت. ببین توی زندگی چقدر خودت برای خودت وقت میذاری و پول خرج میکنی. چقدر خودت به خودت جایزه میدی. چقدر خودت به خودت هدیه میدی. خودت برای خودت گل میخری. خودت برای خودت میری تنهایی بشینی کافی شاپ یه قهوه خوشمزه بخوری مثلا کیف دنیا رو ببری. خودت برای خودت یه زمانی در طول روز داری که آقا من نه جواب کسی رو میدم نه با کسی کار، من الان بر خودم میخوام باشم. خودت رو چقدر آدم ارزشمندی میدونی که حتی اگه تو خونه تنهایی کسی نمیبینتت جوراب سوراخ نپوشی، لباسای خوب بپوشی، هیچکی نمیبینتت، تو خونه تنهایی، خب مهمونم نداری، میری یه لباس خوب بپوشی که تو آینه نگاه میکنی مثلا کیف کنی، یا نه میگی آقا من که فعلا تو خونم کسی هم منو نمیبینه، بذار یه لباس معمولی بندازم تنم، لباس خوب نگه دارم واسه مهمونی. یعنی چی لباس خوب نگه دارم برای مهمونی؟ یعنی آقا تو خودت وقتی تو آینه نگاه میکنی خودت رو آدم ارزشمندی نمیبینی. میگی وقتی بقیه منو نگاه میکنن ارزشمند به نظر برسم، در صورتی که هیچ وقت این اتفاق نمیفته. هر وقت تونستی تو خودت توی تنهاییت به خودت برسی، به خودت حال بدی، خودت رو دوست داشته باشی، به خودت محبت کنی، برای خودت پول خرج کنی بدون نیاز به این که دیگران بفهمن، متوجه بشن یا ببیننت، تو اون وقت میتونی بگی که آقا من احساس ارزشمندی و لیاقت برای ثروت و موفقیت بیشتر دارم. اگه این کار رو نتونی بکنی و سختت باشه انجام این کار، بدون تو احساس لیاقت و ارزشمندی نداری هنوز، و اون بیس و پایه است. چرا؟ خوب گوش کن. تو وقتی میخوای از نقطه A برسی به نقطه B، خب توی زندگی مثلا از درآمد 1 میلیون میخوای برسی به درآمد 10 میلیون، اولین اتفاقی که باید برات بیفته اینه که از این شرایط ناراضی بشی و یک شرایط بهتری رو بخوای. کی میتونی شرایط بهتری رو بخوای؟ وقتی خودت رو لایق شرایط بهتر میدونی. یعنی تو الان اینجایی ولی از نظر ذهنی اینجایی، تو الان اینجایی ولی از نظر احساس ارزشمندی و لیاقت اینجا میبینی خودت رو. اون وقته که تو میتونی این درآمد رو به دست بیاری. اگه هم از نظر احساس ارزشمندی، احساس لیاقت، افکار، باورها همش اینجایی تو این سطحی، چجوری میخوای به این سطح برسی قبل از اینکه به این سطح از نظر ذهنی رسیده باشی؟ یه تمرین بهتون میگم برید انجام بدید. هر روز تا آخر این ماه این تمرین رو انجام بده، ببین نتیجه چی میشه. اصلا دوست نداشتی از وسطش هم نتیجه رو دیگه ملموس بود برات به چشم اومد، میتونی انجام ندی. دوستم نداشته کلا انجام نده. تمرین اینه، هر روز به خودت یه هدیه بده و هر روز به خودت یادآوری کن که ارزشت بیشتر از چیزی که الان هست. یعنی هر درآمدی که الان داری مدام با خودت تکرار کن رند ارزش تو بیشتر از این درآمد الانته. بگو خودت شکرت که این درآمد رو دارم ولی من بیشتر میخوام، بزرگتر میخوام. اگه یک نفر دیگه هست که مثلا اون درآمد دلخواه رو داره، پس منم میتونم داشته باشم. اگه به اون دادی پس انقدر دارا هستی که به منم بدی. شکرگزار باشم، اما قانع نباش به اون چیزایی که الان داری. قانع از نظر این که خودت رو دیگه در جایگاهی نبینی که بخوای بزرگتر بخوای. منظورم بیشتر بخوا، بزرگتر بخوا و هر روز به خودت یه هدیه بده. حالا اون هدیه میتونه چی باشه؟ یه آهنگ خوب باشه که بر خودت پخش میکنه، اصلا کیف میکنی. یه بستنی باشه. برو برای خودت پول خرج کن. اگه از بعد مالی میخوای روی احساس ارزشمندی کار کنی، برای خودت پول خرج کن. حتی اگه از نظر ذهنی و منطقی هیچ توجیهی نداره که اون پولی که خرج کردی فقط حالتو خوب کرد، اشکال نداره. این کار رو انجام میدی برای یک اتفاق درونی
و اون اتفاق درونی در آینده نزدیک یک اتفاق بزرگ بیرونی میخواد برات رقم بزنه. بر خودت پول خرج کن، بر خودت احترام قائل شو، به خودت برس. مثلا آقا تایم آرایشگاه، پسرا من دیدم مثلا 1 ماه 1 بار میرن آرایشگاه. من میخوام بهت بگم بیا 1 ماه الا 2 ماه امتحان کن، هر هفته برو آرایشگاه. اصلا بذار ریشات که خوره بلند میشه بری آرایشگاه اصلاح کنه برات. ببین چه اتفاقی میفته. انقدر احساس لیاقت و ارزشمندیت میره بالاتر که تو ناخودآگاه به یک مسیری هدایت میشی که توی اون مسیر درآمد و پولهای بیشتر وجود داره. اما تا قبل از اینکه تو احساس ارزشمندی داشته باشی به اون مسیرها هدایت نخواهی شد. گرفتی شو؟ یک کار جالب دیگه‌ای که میتونید انجام بدید هر روز و نتیجهش رو ببینید، هر روز جلوی آینه باید وایسی و از خودت تعریف کنی حداقل 5 دقیقه. اولش عذاب میکشی یا اولش اصلا سخت‌ترین کار دنیا میشه برات. من چجوری تعریف کنم از خودم؟ 2 تا تعریف میکنی از خودت خندت میگیره، احساس تمسخر بهت دست میده. ذهن منطقی هی میگه بابا خودت گول میزنی، تو دیوونه ای، داری چیکار میکنی؟ حالا اینقدر میگه خوشی، واقعا خوشتیپی، مثلا ببین اونجا جوش زده، ببین اونجا خال داری، ببین چشت اینجوریه، ببین مثلا دهنت اینجوریه. ببین ذهن منطقی مدام داره باهات میجنگه. چرا؟ چون تا قبل از این یک جور دیگه‌ای داشتی فکر میکردی ولی الان میخوای یک جور دیگه‌ای فکر کنی. پس اجازه بده که اسکرین شات بگیرم. پس یکی از تمریناتی که میتونید انجام بدید اینه که 5 دقیقه هر روز جلو آینه وایسی و از خودت تعریف کنی. 5 دقیقه. خیلی زمانبر نیست و نیازی هم نیست با صدای بلند فریاد بکشی همه خونه خبردار بشه که داری چه تمرین میکنی. اصلا برو یه آینه کوچیک برداری، اصلا گوشی سلفی رو بردار، سلفی گوشی رو بردار، دوربین سلفی، برو یه جای خلوت، برو توی پارکی، اصلا هر کجایی که اصلا فکر میکنی تنهایی و کسی تو رو قضاوت نمیکنه، برو اونجا بزن رو دوربین سلفی گوشی، از خودت تعریف کن. از خودت تعریف کن. اصلا مهم نیست اون تعریف حقیقی باشه یا فرضی. که نگی آقا اول من باید دهنه قشنگی داشته باشم که بگم چه دهنه قشنگی داره. نه، هر چی که الان هستی خوبه. بگو آقا خداوند منو خلق کرده، هنرمندترین بوده و حتما من آدم ارزشمندی بودم که اومدم به این دنیا و حتما کار ارزشمندی قراره انجام بدم. من فوق‌العاده‌ام، من عالیم، من خودم رو تحسین میکنم. بعد به صورت دوم شخص هم میتونی صحبت کنی. رنه تو فوق‌العاده‌ای، تو عالی، تو بی‌نظیری، من تحسینت میکنم. هر جوری که راحتی. هدف اینه که تو خودت رو تحسین کنی توی همین شرایطی که هستی، برای اینکه احساس ارزشمندیت بره بالا. و وقتی احساس ارزشمندیت رفت بالا، تو تازه میرسی به یک لول بالاتری از نظر ذهنی که حالا میتونی به درآمدهای بالاتر فکر کنی بدون سقف ذهنی و هدایت بشی به اون سمت. خب دوستای عزیزم، مرسی که توی لایو حضور داشتید. ترکوندیم، تقریبا آفتابم در اومده و چه صحنه قشنگی میشده. این بغل رو نگاه کنید، اگه از اول توی لایو بوده باشی تاریک بود، کم کم روشن شده هوا. دم همگی گرم. لایو بعدی ما میشه چهارشنبه صبح ساعت 6. حتما آنلاین باشید. برای تمام دوستاتون بفرستید تا جای ممکن مشارکت برای این لایوها بره بالا. من این لایوها رو رایگان دارم براتون میذارم، هیچ هزینه‌ای نداره و اگر راستشو بخوای یک قسمت هایی از دوره سیستم ارتش ثروت رو دارم بهتون آموزش میدم. خب هم برای دانشجوی دوره مروری میشه و هم شما یک فضای کلی از مسیر ثروت به دست میارید. دم همگی گرم. ان شاءالله که هر کجا که هستید بهترین اتفاقات براتون میفته و یک روز عالی و فوق العاده ای رو داشته باشید. هر کدوم از این 8500 نفر که الان توی لایو هستید، یک نکته از نکاتی که از این لایو یاد گرفتید رو میخوام همین الان اسکرین شات بگیرید. خب یک نکته از نکات مهمی که شما یاد گرفتید رو میخوام استوری کنید، منم منشن کنید که
ببینم. مرسی از همگی. فعلا خدا نگهدار.